سلام، وقتتون بخیر. نوشین غریب دوست هستم، روانشناس و مشاور خانواده و در این پادکست قصد دارم 3 از تکنیک های ساده اما مؤثر در کاهش استرس رو به شما آموزش بدم. برای پی بردن به نحوه اثرگذاری این تکنیک ها روی کاهش استرس خوبه که خیلی کوتاه و سریع پست های قبل رو درباره ماهیت استرس، نشونه ها و عوامل ایجاد کنندش با هم مرور کنیم. همه ما در طول زندگی با عوامل استرس‌های زیادی مواجه میشیم. در دوران ما قبل تاریخ ما برای بقا و حفظ حیات ناچار بودیم در مواجهه با خطرات فیزیکی مثل حیوانات درنده یا سیل آماده باشیم و واکنش نشون بدیم. اما به مرور زمان منابع استرس‌ها متنوع‌تر و نامحسوس‌تر شدند. حالا در زندگی روزمره ما علاوه بر روبرویی با چالش‌های زیادی که در بیرون از خودمون وجود دارن و اغلب هم کنترلی روشون نداریم، مثل ترافیک، طلاق، بیماری‌های سخت، روابط پرتنش، ساعات طولانی کار، اخبار منفی و تلخ رسانه‌ها، حالا در درون خودمون هم به دلیل تجربیات و خاطره‌های ضبط شده قدیمی با یک سری چالش‌های سخت مثل بلا تکلیفی در تصمیم گیری، عادت‌های ناسالم مثل سیگار کشیدن یا شیوه تفسیرهای اغلب منفیمون از رویدادهای بیرونی مواجه هستیم. بنابراین یکی از گام‌های مؤثر در کاهش استرس میتونه همین شناسایی عوامل استرس‌ها در زندگی شخصی خودمون باشه. نکته مهم دیگه‌ای که لازمه بدونیم اینه که مغز ما در مواجهه با این عوامل استرس‌ها پیام‌هایی رو توسط انتقال دهنده‌های عصبی و اعصاب خودکار سمپاتیک به ارگان‌های مختلف بدن میفرسته تا برای جنگیدن، ایستادن یا فرار کردن آماده بشن. تو این فرایند قلب تندتر میزنه، تنفس به شدت تند و سطحی میشه، عضلات منقبض میشن، عروق سطحی تنگ میشن تا خون بیشتری رو به ارگانهای حیاتی بدن برسونن. و به همین دلیله که ما در مواقع استرس علائمی مثل تپش قلب و تنگی نفس داریم یا رنگ پریده به نظر میرسیم. خب حالا اگه عامل استرس ها به زودی برطرف نشه یا ما نتونیم برای رفع اون کاری انجام بدیم، بدن ما مدام در حالت واکنش جنگ و گریز باقی میمونه و متاسفانه در دراز مدت ما رو دچار عوارضی مثل کاهش تمرکز و توجه، ضعف در سیستم ایمنی، ابتلا به بیماری‌های مختلف جسمانی مثل بیماری‌های قلبی، افزایش فشار خون، مشکلات گوارشی میکنه و یا یک سری اختلالات روانشناختی مثل اضطراب و افسردگی رو باعث میشه. حالا خبر خوب اینه که تحقیقات زیادی نشون دادن با کمک یک سری تکنیک ها میشه روی مغز تأثیر گذاشت. مثلا تنفس آرام و عمیق کاری میکنه تا مغز به ذهن و بدن ما فرمان استراحت بده و اونو از حالت آماده باش بیرون بیاره. طبیعیه که بعد از این فرمان جدید شدت علائم استرس تا حدود زیادی کاهش پیدا میکنن و از همه مهمتر این که ما فرصت و قدرت پیدا میکنیم تا با تمرکز و توجه بیشتری برای رهایی از موقعیت استرس‌ها اقدام کنیم. حالا میخوام 3 مدل از این تکنیک های ساده و کاربردی رو به شما آموزش بدم تا در مواقعی که زیر فشار استرس قرار گرفتید ازشون کمک بگیرین و خودتون رو آروم کنین. پیشنهاد میکنم این تکنیک ها رو نه فقط در مواقع استرس بلکه 1 تا 2 بار در روز، مثلا صبحها بعد از بیدار شدن از خواب یا شبها قبل از خواب و به مدت حداقل 1 ماه به طور پیوسته انجام بدین تا مغز و بدن شما نسبت به اونها عادت کنه و شرطی بشه. مدت زمان انجام این تمرین ها خیلی کوتاهه و فقط بین 5 تا 10 دقیقه از وقت شما رو میگیره، اما ثمراتی پایدار، مفید و طولانی مدت به همراه داره. پژوهش های زیادی وجود داره که اثر بخش این تکنیک ها رو در کاهش استرس، اضطراب، افسردگی، کاهش فشار خون، افزایش سیستم ایمنی بدن، کاهش درد و بسیار موارد دیگه تایید کرده.
پس با این تمرین‌های ساده شما با بهبود عملکرد ذهن و ارگان‌های مختلف بدنتون میتونین به طول عمر خودتون هم اضافه کنید. تکنیک اول، تنفس عمیق دیافراگمی. ساده ترین تکنیک کاهش استرس، آرامسازی ذهن و بدن با تمرکز بر شیوه صحیح تنفس. تنفس بخش مهمی از زندگی ماست، زیرا هستی ما به این رفتار حیاتی ناخودآگاه وابسته است. اگرچه ما روی انجام تنفس کنترلی نداریم، اما میتونیم روی شیوه نفس کشیدنمون کنترل داشته باشیم. تو این تکنیک ساده و قدرتمند باید به چند نکته توجه کنیم. اول اینکه عمل دم باید از طریق بینی انجام بگیره و عمل بازدم از طریق دهان باشه. و دوم اینکه عمل دم و بازدم باید به آرامی انجام بگیره و از نوع شکمی و دیافراگمی باشه. برای انجام این تکنیک صاف بنشینید یا دراز بکشین. بدنتون رو در یک وضعیت راحت قرار بدین. حالا هوا رو طی عمل دم و از طریق بینی به داخل قفسه سینه و شکم بفرستین. شکم رو مثل یک بادکنک در نظر بگیرین که با عمل دم باید کاملا اونو پر کنین. حالا به مدت 2 ثانیه هوا رو توی ریه ها و شکم نگه دارین و بعد آرام آرام هوا رو طی عمل بازدم و از طریق دهان به بیرون بفرستید. برای اینکه این کار رو با تمرکز و توجه بیشتری انجام بدین، میتونین عمل دم و بازدم رو با شمارش انجام بدین. مثلا دم رو به اندازه شمردن تا عدد 4 ادامه بدین، 2 شماره هوا رو نگه دارین و به اندازه شمردن 6 شماره بازدمتون رو انجام بدین. این یک بار با هم انجامش بدین. دم 1 2 3 4 نگه دارید 1 2 بازدم 1 2 3 4 5 6. این تمرین رو حداقل 10 بار و پس از اندکی استراحت تا 3 بار میتونین انجام بدین. تکنیک دوم دیپ ماسل ریلکسیشن یا DMR. آرامش عمیق عضلانی تکنیکیه که با اون به سرعت تمام بدن خودتون رو ریلکس میکنین. برای انجام این تمرین میتونین صاف بنشینین یا روی یک سطح صاف دراز بکشید و بعد تمام عضلات بدن رو از نوک سر تا نوک پا همزمان منقبض کنین. چند ثانیه در این حالت بمونین و بعد تمام عضلات رو همزمان شل و رها کنین. این تمرین رو 3 بار تکرار کنید. تکنیک سوم تجسم هدفمند تصاویر. برای انجام این تکنیک بهتره در جایی ساکت و آرام بنشینید یا دراز بکشید. میتونید همزمان به موسیقی بی کلام و آرامش بخش با صدای طبیعت گوش کنید. چشم‌ها رو ببندین و به تصاویر دلخواه از جنگل، دشت، دامنه کوه یا ساحل دریا فکر کنید. خودتون رو در اون فضا و مکان آرام بخش و دلنواز تجسم کنید. حالا با استفاده از حواس 5 گانتون با اون محیط ارتباط برقرار کنید. به صدای آواز پرندگان گوش کنید. افتادن شبنم روی علف‌ها رو ببینید. نسیم خنک رو روی پوستتون حس کنید. عطر خوش گل‌های محمدی رو استنشاق کنید. مزه شیرین سیب سرخی رو که تازه از درخت کندید بچشید و لذت ببرید. در این تمرین شما علاوه بر فواید حاصل از لذت تجربه‌های حسی میتونید در حرکت افکار منفی که معطوف به عامل استرس هستند وقفه ایجاد کنید. با این کار توجه مغز شما از موضوعی پرتنش به سمت موضوعاتی آرامش بخش معطوف میشه.
در این تمرین هم آگاه باشید که آرام و عمیق تنفس کنید تا اثر بخشی این تمرین بیشتر بشه. امیدوارم با استفاده مستمر از این تکنیک ها بتونیم استرس های بیش از معمولمون رو که این روزها به دلیل پاندمی کرونا، اخبار تلخ و تنش های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که ما رو محاصره کردن کاهش بدیم. تنتون سلامت و دلهاتون شاد.